با اقدام شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند با جلب ناظران بخش اکولوژی میلیس در قلمرو شهر عکس عملیات مقصدناک هوای تازه برگزار گردید. در جریان عملیات زیاده از 90 عدد автомاشین‌های شهروندان نگاه داشته با استفاده از دستگاه مخصوص از معاینه اکولوژی گذرانده شدند. تاکید شد که این اقدام با مقصد کم کردن تاثیر ضررآوری اخراج گازهای نقلیات اتومبیلی و دیگر نمود سوزش‌آوری به محیط اطراف راه اندازی کرده شده است. در جریان عملیات عکس هوای تازه و قانونشکنان جهت برطرف نمودن آن دستورها ارائه گردیده و 5 نفر آنها سندهای مأموری ترتیب داده شدند. تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها امکان می‌دهد که به شهروندان هوای صاف و بی‌غبار و تازه محیط اطراف تامین گردد. خود رانندگان از این اقدام استقبال گرم نمودند. جایز به ذکر است که شهر خوجند مرکز مأموری ولایت سوخت با اقدام‌های پیوسته راهبری دولت و حکومت زیبا و پرتراوت گردیده است. هر نفری که در این کوچه‌های این شهر بزرگ باستانی قدم می‌زند به اختیار از زیبایی محیط اطرافش حلاوت می‌برد. هر یک سیاحی که به شهر خوجند مهمان می‌شود سراول به تازگی و پرتراوتی آن و محیط اکولوژی آن بها می‌دهد. از این رو ساکنان را ضرور است که در تازگی این شهر باستانی مسئولیت حس کرده سهم ارزنده خود را گذارند.